با سلام خدمت دوستان، به جلسه دوم آموزش ورد ما خوش اومدین. قبل از این که بخوام آموزش شروع کنم حتما سابسکرایب رو بزنین تا منو گم نکنین. میریم برای شروع کار با ابزارهای این قسمت که در جلسه قبل گفتیم بهش میگن نوار ابزار. برای کار با نوار ابزار اول من یه تایپ رو انجام میدم تا با اون بتونیم نوار ابزار رو براتون کامل توضیح بدم. برای اینکه اول میخوام این که اینجا داره فلش میخوره بیارم سمت راست، دکمه کنترل شیفت رو میزنم، کنترل شیفت سمت راست صفحه کلید رو میزنم. ببینین چشمک زن اومد سمت راست صفحه. بعد من یه تایپ رو انجام میدم، میزنم آموزش ورد. بعد برای انگلیسی شدن گزینه آلت و شیفت رو میزنیم تا تایپمون انگلیسی شه. گزینه آلت و شیفت سمت چپ صفحه کلید رو میزنیم. من الان اینجا تایپ کردم آموزش ورد. برای اینکه عملیات رو بخوام روش انجام بدم، تغییر فونت، سایز، نوع فونت، کل متنم رو انتخاب میکنم. برای انتخاب متن از سمت چپ نوشتمون میکشیم، نگه میداریم و فشار میدیم، میکشیم تا سمت راستش کامل. وقتی که رنگی شد یعنی کامل انتخاب شده و هر عملیاتی که انجام بدیم روی این نوشتمون انجام میشه. من الان میخوام براتون این نوار ابزار رو توضیح بدم. این یعنی اینکه بولد، یعنی نوشتمون ضخیم میشه. ببینید نوشته ما ضخیم و پررنگ. آی یعنی ایتالیک، نوشتمون مورب میشه، حالت کج میشه. ببینید یو یعنی آندرلاین، یه خط زیر نوشتمون میفته. ببینید یه خط سیاه میفته زیر نوشتمون. بعد میریم قسمت گزینه بعدی. ببینید وقتی که اینو بزنیم یه خط دیگه هم میفته روی نوشتمون. ببینید نوشتمون دو خطی میشه. حتی میتونیم نوع خطمون رو انتخاب کنیم که بگیم چه مدل خطی رو میخوایم بندازیم. گزینه بعدی قسمت بالا، نوع فونتمون رو انتخاب میکنیم. هر فونتی که دوست داشته باشیم میتونیم این قسمت انتخاب کنیم. من تاهما رو میزنم. این برای نوع فونت. اندازه فونت، سایز فونت این قسمت که هرچی بیشتر انتخاب کنین فونتمون بزرگتر میشه. من 36 رو انتخاب میکنم. بعد میریم گزینه بعدی این قسمت. ببینین هی سایز رو میبره بالا، یعنی همون کار سایز فونت انجام میده، ولی اینجا ما سایز خودمون دستی انتخاب میکنیم. اینجا که بزنیم روی آی بزرگ فونتمون بزرگ میشه، روی آی کوچیک فونتمون کوچیک میشه. ببینید به این صورت. این قسمت وقتی که بازش میکنیم چند تا گزینه داره. ببینید من الان یه گزینه انتخاب میکنم، سایز و کوچیک و بزرگ، یعنی همون سایز رو کوچیک میکنه یا بزرگ میکنه. ولی بهترین گزینه اینه که همین قسمت خودتون سایز رو یه عدد بهش بدین. هر سایزی که خواستین عدد رو بهش بدین. این قسمت ببینید متن رو میاره حالت اولیه، یعنی همون اول که ما نوشتیم آموزش ورد، متن رو میاره حالت اولیه. بریم به جلسه بعد این قسمت رو براتون توضیح میدم دوستان. سابسکرایب رو بزنید تا منو گم نکنید.